سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. هفته گذشته ما خونه آقا امیررضا بودیم و یه صحبت مفصلی رو در رابطه با تجربه نزدیک به مرگشون انجام دادیم. امیررضا یه قصه ما متولد 73 هستش، 1373 و 18 مهر ماه 1404 تجربه خروج از بدن براش رخ داده. یعنی در حالتی که داشته رانندگی میکرده به یک بار از جسم بیرون زده، اتفاقاتی رو در اون سمت مشاهده کرده و بعد به جسم برگشته. حالا قراره برای ما خاطراتی رو تعریف کنی که ما هیچ درکی نسبت بهش نداریم. البته یک بار ما با ایشون صحبت کردیم که لینکش از این بالا در دسترسه، میتونید حتما برید ببینید اون ویدیو رو. نکاتی رو گفتن از اونجایی که خیلی خوششون اومده بود، دوست داشتم بیشتر در رابطه با اون فاز و فضا، در رابطه با اون حال و احوال بدونن. از همون خواستن که یک بار دیگه دعوتشون کنیم و کاملتر، پخته‌تر به این موضوع بپردازیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاد و اصلا اونجا چه شکلیه، چه جوریه. و یه سری نکات هم هستش که حالا خودشون خدمتتون عرض میکنن. من دیگه صحبتی ندارم. امیررضا خودتو دوباره لطفا یک بار دیگه معرفی کن و بگو که در اون سمت چه اتفاقی برات افتاد. اگر دوست داشتی میتونی یه خلاصه ای از اتفاقاتی که قبلا برات افتاده و ضبط هم کردیم رو بگی و بعد شروع کنی ما بقیه ماجرا. ما در خدمتیم. سلام دوستان، من امیررضا شمس هستم، متولد 30/10/73، ساکن تهران و خیلی خوشحالم که این صحبتون به درد بالاخره یه سری آدما خورد و تونستن خودشون رو نجات بدن از اون اتفاقی که حالا قراره واسه آدمایی که به زبون خودم میگم دین ندارن و کافرن اتفاق بیفته. خدا رو شکر میکنم اون کلیپ باعث شد که خیلی‌ها واسه سلامتی امام زمان صلوات بفرستن، خیلی‌ها واسه تعجیل در فرج دعا کنن و این واقعا منو خیلی خوشحال کرد. یعنی دلی و قلبی خیلی خوشحال شدم بابت این موضوع و لطف خدا بود که به نظرم وایرال شد و خیلی‌ها دیدن، شاید به درد یکی دو نفر خورده باشه. و من در خدمت همه باشه. یعنی کجا شروع کنم؟ امیررضا تعریف میکنی چی شد 18 مهر ماه 1404 چه اتفاقی واسه افتاد؟ کوتاه مختصر آن چیزی که قبلا ما با هم دیگه ضبط کردیم رو یک بار دیگه بگو. شاید کسایی هستن که خب ندیدن اون ویدیو رو، یه خورده میخوان آشنا بشن با این فاز و فضا. یه خورده یه خلاصه‌ای بگو و بعد وارد اون بخشی میشیم که در قسمت اول نگفتیم. درسته. 18 مهر ماه 1404 میرفتم مهمونی به طرف خارج از تهران، توی اتوبان بودم، 10 دقیقه اینا مونده بود روی لوکیشن، روی بیس که حالم پشت فرمون بد شد. یه دفعه اصلا انگار یه حس عجیب غریبی پیدا کرده بودم، یه حس عجیب غریبی پیدا کردم، زدم بغل پشت فرمون. واسم تا حالا پیش نیومده بود، یعنی زبونم نمیچرخه بگم مثلا چه اتفاقاتی واسم افتاد، ولی احساس کردم که دستام انگار یکی از بغل دسته منو اوورد روی دستام، چسبید روی هم. حالا مختصر و سریع میگم برای کسایی که ندیدن. دستم اومد روی صورتم، سرم رفت بالا و من رفتم. من از نور ماه انگار منو شدم یه ذره، شدم یه دونه مولکول، یعنی ریزترین چیزی که آدم میتونه مثلا تشبیه کنه، مثل هسته اتم. و از اون نور ماه منو کشیدن بردن بالا. قشنگ متوجه شدم که نور ماه، دیدید مثلا این چرا قوه قوی هستن برای نگهبانا تو کوه میندازن، مثلا نورشو کم میکنن، حالت تونل طور میشه. یه همچین حالتی شده بود، انگار نور ماه اونجوری شده بود و من از نور ماه رفتم بالا. یعنی بردنم بالا و اولش کپ کرده بودم که اصلا چی شد، کجا هم من، چه اتفاقی داره برام میفته. و اینکه شروع کردم تصویرهای مختلف رو به هم نشون دادن. اول از همه به هم یه سر بریده یه دونه گاو نشون دادن که تقریبا حنایی رنگ بودش، سرخ رنگ بودش، سر بریدهشو فقط، نه بدنشو.
از پشت اون به من روکش آدمی بنیامین نتانیاهو رو نشونم دادن که یعنی درک کنم این آدم تو دنیا بهش میگن نتانیاهو، این آدم کثیف رو بهش میگن نتانیاهو. اینو به هم نشون دادن. از توی همون تصویر از چش چپش انگار جل انسانیش، انگار جل آدمی شد شکافتن از چشم سمت چپش و اون موجود شر رو فتنه‌ای که یعنی انگار ذات واقعش بود و به من نشون دادن. و از جنش از شیاطین بود، چون اونجا به نظر من آگاهی خیلی بالا بود و متوجه می شدید چیان، جنن، شیطانن. مثلا حالا این دو مدل چیزی که من دیدم، حالا من هم انسان دیدم، هم شیطان دیدم، هم اجنه دیدم. و و بنیامین نتانیاهو جنسش از شیاطینه و به نظر من از شیاطین رتبه بالا هم هستش، چون اون چیزی که من دیدم از بقیه اون شیاطینی که دیدم انگار قوی تر بود، انگار رتبه بالاتر بود، انگار رئیسشون بود، همه گوش به فرمان اون بودن. و از پشت اون ما حالت یه جا حالت مثلا چجوری بهتون بگم، ما اصلا تو آسمون بودیم، یعنی ما یه جا حالت معلق بودیم، ولی خب اونجایی که معلق بودیم انگار بالاتر از این لشکری از اجنه و شیاطین بودیم. یعنی اون شیطان اعظمشون که روکش انسانی نتانیاهو داشت، موقعی که من جلوش وایستاده بودم ما سطحمون بالاتر از بقیه اونایی بودش که وایستاده بودن و گوش به فرمان این شیطان اعظم بودن و از اجنه و شیاطین بودن و تعداد بسیار زیادی داشتن، آرایش نظامی طور داشتن، یعنی دقیقا مثل رژه نظامی ها که نشون میدن، ولی وایستاده بودن، حرکت نمی کردن. یه سریاشون یه چیزایی دستشون بود مثل پرچم که اینجوری جلوشون بود، یه سریاشون هم یه چی مثل نیزه دستشون بود که من از اونجا مثلا بهم الهام میشد که آقا اینا مثلا واسه جنگ این چیزایی که دست اینا هم. و اینا رو من دیدم و یه ذره ترسیدم که یعنی واقعا خیلی وحشتناک بودن، هم خیلی قدرتمند بودند توی دنیا، یعنی زورشون تو دنیا به شدت زیاد بود، یه جوری که من وحشت کرده بودم که وای عاقبت ما چی میشه، یعنی با این سیاهی یا با این اجنه و شیاطین ما دیگه باید چیکار بکنیم، عاقبتمون چی میشه. تو این گیرودار ترس که بودم یه نوری از راه خیلی دور، یعنی من تو اونجایی که وایستاده بودم نگاه کردم آسمونو دیدم خیلی دور بود، یعنی متوجه شدم که از راه خیلی دور داره میاد، حالت سر سوزن و اومد یعنی اون نورانیت صورتشونو که حالا نزدیکتر به من شدم و من درک اینو کردم که صورتشون نورانیه و نورانیتی که اون صورت داشتن به نظر من مثل ستاره از دور میدرخشیدن که من تونستم مثلا درک کنم یه نوری از دور داره میاد. و موقعی که اون نور از دور اومد، موقعی که به من نزدیک شد یه حالت اسمانند انگلیسی اومد، متوجه میشدی که خیلی راهش دور بود به اون جایی که ما وایستاده بودیم رسید. و موقعی که اومد من یه آقایی رو دیدم که روی یه دونه صندلی نشسته بود مثل منبر، ولی نه منبر بلند، یه دونه پله پایینش میخورد، مثل یه مبل تک نفره شما حساب کن که یه دونه پله پایینش میخوره، خیلی بلند نبود. و با لباس این آقایی که رو صندلی نشسته بود که من اولش متوجه شدم ایشون امام زمان هستن، تا موقعی که خودشونو به من معرفی کردن که من دیگه اونجا یقین پیدا کردم ایشون امام زمان هستن. موقعی که به من رسیدن ایشون رو صندلی نشسته بودن، یه لباس سفیدی که به کرم میزد، یعنی سفید چجوری بگم، حالت سفید کرم طور بود، یه دونه شال بسته بودن که مثل کردا، یه شال اینا که دور کمرش میبندن سبز پررنگ، و یه دونه حالت عمامه طور، کلاه طور، عمامه طور. من ندیدم تا حالا همچین چیزی رو سر کسی، اصلا این چیز خیلی قشنگ عجیبی بود. همرنگ شالشون روی سرشون بود و صورتشون کاملا نورانی بود و از بغلای صورتشون یه چیزایی مثل کریستال، مثل پرتوهای نور، یه چیز خیلی خوشگل، اصلا تو دنیا مثال شما ندیدیم
که بخوام بهتون مثلا بگم مثل فلان چیز اصلا ما ندیدیم. یه چیز خیلی قشنگ از صورتشون میزد بیرون. حتی انقدر اونجا چجوری بهتون بگم، هم گرافیک بالا بود، هم درک بالا بود، قشنگ میدیدی، یعنی چیزی از چش دور نبود. روی صندلی نشسته بود و یه آقایی که با لباس قهوه‌ای سرخ، چجوری بهتون بگم، حالت قهوه‌ای که به قرمز مثلا خیلی تیره بزنه، یه آقای پشتشون سمت چپ حضرت پشت صندلی وایساده بودن که اصلا من انقدر محو صورت حضرت شده بودم با اینکه نمیدیدم و محو صورتشون شده بودم که یه چیزای خوشگلی ازشون میزد بیرون، اصلا دقت نکردم، شاید اصلا نمیشناختم اون آقایی که باهاشون همراه بودن ولی تنها نبودن، یه شخصی هم پشتشون بود که اون شخص من اصلا ندیدم. و موقعی که اومدن من متوجه شدم ایشون امام زمانن و من یه لحظه پیش خودم شک کردم، چون اصلا انقدر اونجا، حالا بعضیا تو این چند وقت من پرسیدن میگن نمیدونم قدرت ذهن، میگن تلپاتی، نمیدونم میگن انرژی، من نمیدونم داداش، من اولین بارم بود رفته بودم، مثلا ببخشید جایی نبود که 1000 بار رفته باشم بدونم درک کنم چی به چی، بلد باشم مثلا چی کار بکنم نکنم، کپ بودم اصلا، شک شده بودم، هنگ کرده بودم به قول خودمون. یه لحظه من شک کردم، چون من از اونجایی که منو بردن بالا اول گاو سرخ رو بهم نشون دادن، بعد نتانیاهو رو، یعنی چیزای ترسناکی اول به من نشون دادن، بعد اون لشکری از اجنه و شیاطین رو دیدم و یه لحظه شک کردم به این که حالا استغفرالله انشالله خدا منو ببخشه، به این شک کردم که مثال یه انسان چجوری میتونه با این همه نیروی شر و اجنه و شیاطین و نیروهای سیاه بتونه مثلا مبارزه کنه، نابودشون بکنه. و شک کردم برادر من، یعنی چیزی نیست که بخوام بترسم از گفتنش، یک لحظه شک کردم و اونجا من معجزه رو دیدم. اونجا من دیدم که دست خداوند از توی آسمون اومدش پایین و توی یه چیزی مثل قاب بود، مثل شیشه بود، ولی نه کلن شیشه ها، دور شیشه بود، یه قاب بود، یه چیز خیلی خوشگل بود، اصلا من ندیدم مثلشو، انگار گچگاری بود، وسط شیشه بود، یه چیز خیلی خوشگل، چیز خیلی خفن. موقعی که از آسمون اومد پایین، قبل اینکه برسه به حضرت، اون قاب انگار جدا شد، اومد بغل و اون دست که به درک من دست بود، یه چیز مثلا انقدری شما حساب کنید، ولی نه به جنس دست ما، مثل نور، مثل ابر، اصلا یه چیز عجیب غریبی بود، اصلا حق 1000 بود، اینجوری بهتون بگم، یعنی قدرت محض بود، عظمت بود، بزرگی بود، یعنی من هر چی به شما بگم از این قدرت اون دست کم بهتون گفتم، یعنی اصلا یه چیز عجیب غریبی، زوردار بود. هیچ کس تو دنیا که اصلا آقا شایان کلن پوچه، یعنی ببین قدرتمندترین آدم دنیا با خفن‌ترین ابزارالات و تجهیزات و هر چی که شما فکر کنی اصلا پوچه، اصلا حرفی واسه گفتن نداریم. ماها جلوی اون ما انسان ها، حالا چیزی که من یعنی قدرت دنیاوی جلوی اون قدرت اون شیاطین پوچ بود، چه برسه جلوی اون قدرت خدا، جلوی اون دست. یعنی مثالشو بهتون میخوام بزنم و ما نسبت به اون پوچا هم پوچتر بودیم، انقدر بی قدرت بودیم، انقدر پوچیم، انسان ها انقدر واقعا پوچو، حالا بقیه شیه درست نمیگم. و موقعی که اون دست اومد توی دست امام زمان، اومد توی دست راست امام زمان، قشنگ اومد توی این دست امام زمان و من دیدم، یعنی متوجه شدم، با اینکه صورت حضرت مشخص نبود ولی متوجه شدم، برگشت رو به من و داره منو نگاه میکنه. و موقعی که اون دست اومد، ایشون خودش رو به من معرفی کرد، چون من کامنت هم خونده بودم، یه سری سوالا برای خیلی پیش اومده بود. اونجا من یقین پیدا کردم که ایشون امام زمانه و من اون جمله‌ای که ایشون گفتن رو حضور ذهن ندارم و دوست ندارم کلامی دروغ قاطی این تجربه‌ام بکنم و بگم مثلا فلان چیزو گفتن، من اونجاشو حضور ذهن ندارم برادر من، ولی
مطمئنم، یقین دارم، یقین، یعنی اصلا اونجا دیگه به هم ثابت شد، یقین پیدا کردم ایشون امام زمانه. قبلش هم متوجه شدم ولی دیگه اونجا که برگشت روی من بعد اون دست تو دستاش بود و خودشو معرفی کرد، یقین پیدا کردم امام زمانه. بعد از این یه نگاه به من که اینجوری کرد، دست خداوند با منه، از چی نگرانی؟ از چی میترسی؟ حالا یه پرانتز بذارم، من یه لحظه نگران شدم اونجا، ترسیدم که آقا چجوریه اینا، خیلی زورشون زیاده، خیلی قدرتمندن، انقدر تعداد دارن. بعد آقا شایان از موجوداتی اونا بودن که فتنه و کثیف، کثافت، متوجه چی بهت میگم؟ یعنی یه چیز نمیتونم چیزیشو این وریشو بهتون بگم، مثلا کثافت، سیاه، بدذات، اینجوری بهتون بگم، شر، آشغالی، همچین چیزی. و موقعی که ازشون پرسیدم گفتم مثلا، یعنی خودشون معرفی کردن، گفتن من مثلا خودشونو به اسم کامل معرفی کردن که حضور ذهن ندارم. حتی همون موقعی که به امیررضا برگشتم هم باز شخصی که بغلمون بهش گفتم خودشو به من معرفی کرد، من اسمشو یادم رفت، خیلی چون طولانی گفتم، شاید با جدش گفتش، من دقیقشو نه، ولی دیگه اونجا یقین پیدا کردم و به من گفت از چی نگرانی؟ نگران نباش، اصلا دست خدا با منه. و موقعی که اون دست اومد تو دست امام زمان، شاید من به شما بگم خدا نشد ولی کمتر از خدا هم نشد، دست خدا تو دستش بود. یعنی اون قدرت با قدرت امام زمان که یه انسانه بالاخره یه برگزیده الهی تو زمین یکی شد، همسو شدن با هم و اونجا اصلا انگار دنیا گلستون شد، انگار مثلا تمام اونا دیگه پوچ شدن، یعنی اصلا در مقابل اون قدرت انگار دیگه همش پوچ شد، اصلا فانی بود انگار همش. ولی باید اتفاق بیفته ها، یعنی همه این داستانا باید اتفاق بیفته. و من اونجا کپ کرده بودم، ترسیده بودم داداش من یه بنده کثیف بودم، من کسی بودم که با دل شکسته از امام زمان خواستم. من از بچگی عکساشو همه رو دارم، یعنی چیزی نیست که بخوام الکی رو بگم. از بچگی از کلاس اول دبستان ما یه حسینیه یعنی مال طایفمونه تو فلای تهرانه، عکساشو دارم. از بچگی علم کشیدم، از بچگی تو هیئت‌ها بزرگ شدم، عشق این داستانا رو داشتم، سینه زنی و علم کشی و بالاخره بچه بودم، جوون بودم، خیلی کارا رو دوست داشتم. ولی یه چند سال اخیر اعتقادم رو از دست داده بودم. شاید میرفتم علم کشی میکردم ولی به خاطر میتینگش میرفتم. متوجه چی دارم بهت میگم؟ یعنی به خاطر، شایدم دلی بوده یه ذره، نمیگم نبوده، ولی بیشتر به خاطر میتینگش بوده. آقا دروغ که نمیتونم بگم، همه یعنی اکثر کسا واسه میتینگش میومدن. ولی از این برگشته بودم، یعنی با توجه به اتفاقات اخیر کشورم که افتاده بود تو این چند سال و یه سری آدمای ناآگاه میان یه سری چیزایی که واقعا برنامه ریزی شده از قبل و که بازی میخورن. خدا شاهد، خیلی از جوونا من دیدم بازی خوردن و بازی میخورن، آگاه نیست، یکی میاد 2 تا آگاهی دروغ بهش میده، فتنه رو درست میکنه. من داداش خودم جزء اونا بودم که بازی خوردم ازشون، یعنی تو اون دوران خیلی کار اشتباه کردم و بازی خوردم، خدا منو ببخشه، بازی خوردم از این داستان. و اینکه یه سری آدم ناآگاه میان یه سری چیزا رو پخش میکنن، بقیه هم روش موج سواری میکنن و منم اونجوری شده بودم، دین و ایمونم رو از دست داده بودم، همه نوع گناهی انجام میدادم، از خدا اصلا نمیترسیدم، تهمت میزدم، دروغ میگفتم، ببخشید رفیقم مثلا فلان اتفاق میافتاد، آقا بیا بریم مثلا فلان کارو کنیم، خب اینا همش کاره بدیه دیگه، کاره که درست نیستش، اصلا کلا کاره اشتباه زیاد داشتم. و حالا شما اومد اینجا بهت گفتم، من تو مصاحبه اول خیلی حرفا رو اصلا یادم رفت بزنم، چون هم استرس داشتم، هم اصلا تجربه اولم بود، ترسیده بودم خیلی حرفا رو بزنم. خیلی دایرکت بهم دادن که آقا ما ناامیدیم، چیکار کنیم؟ اینو بهتون میگم، تقلب بهتون میرسونم. خود من اگر بهم لطف شد، اگر این در حق من این بزرگواری رو کردن، این محبت رو به من کردن، میدونید چرا؟ چون من خودم به شخصه
یه روز تو آشپزخونه خونم وایستاده بودم، یه پست تو این اینستاگرام دیدم که میگفتن یاره امام زمان 313 نفره، که من خوشحالم که به هم نشون دادن 313 تا ندیدم. من خیلی بیشتر دیدم، من 10-20 هزار نفر دیدم و به خوشحالم کردن و با دل شکسته واقعا، یعنی با اون امیر رضای گناهکاری که بودم دلم شکست. یه لحظه گفتم یعنی امام زمان ما انقدر خار بودیم نتونستیم. خودم میدونستم رزومم چیه دیگه، چی کاشتم قبلش، خودمو که نمیتونستم گول بزنم. گفتم ما انقدر بد بودیم که انقدر گناه کردیم، انقدر گناهکار شدیم که نتونستیم جزء یارات باشیم. و امام زمان منو دید. برادر من، خواهر من، موقعی که حالت بده خواهش میکنم ازت با امام زمان حرف بزن، میبینتت، چه باور کنی چه باور نکنی. منو دیدن، من با دل شکسته خواستم منو. داداشم من یه دوست دارم به اسم، حالا اسمشو اینجا میگم، محمد موسوی. چند وقت قبل از این اتفاقا بهش گفتم محمد خیلی دلم میخواد نماز بخونم، ولی داداش اصلا نماز یادم رفته. آخرین بار سال 92 خدمت بودم نماز خوندم، گذشت. یعنی ببین چقدر من گناهکار بودم، نماز خوندن رو یادم رفته بود. بهش گفتم محمد میخوام نماز بخونم چیکار کنم؟ گفت حالا درست میشه فلان اینا. گذشت. منی که اونقدر گناهکار بودم صدای منو شنیدن، داداش من، خواهر من، صدای منو شنیدن و جوابمو درجا ندادن. و 20 روز بعدش من اصلا واسم اون اتفاق افتاد که خدا رو شکر میکنم، بردن همه رو به هم نشون دادن چه اتفاقاتی میفته. حالا برگردم به سر اصل مطلب، دور نشیم از اون. و من موقعی که امام زمان قسم خورد و به من گفت دست خدا با من، و یعنی من دیدم دست خدا اومد، دستاشون قسم خوردن و به من گفت از چی نگرانی، دست خدا با من، اونجا حالت جفت شیش شدم، خیال تخت شدم، خیالم راحت شد و گنگ بودم و از اون دستی که وجود خداوند بود سوال پرسیدم. گفتم خدایا اونجا داداش این مدلی نبود که بخوام هی فک بزنم منظورمو به شما بفهمونم. اصلا زبان واسه این روح، یعنی این امیر رضا این لباس روح ما تو دنیای دیگه، ما گیر اینیم. این تن ما در بیاد مثل اون روز همه میتونیم بریم بالا. من اگه اون روز ازم اونجا سوال میپرسیدن که میخوای بری پایین یا نمیخوای بری، به جون مادرم میگفتم نمیخوام برم. اصلا اونجا آگاهی اونجاه، اصلا عظمت اونجاه دیگه. اونجا آگاهی، میدونی خالق کیه، میدونی عظمتش دیگه، واسه غیر قابل درک نی. تو مغزت قشنگ میگونجه که رئیس اونجا کیه، اصلا تو کی، چی به چیه. بریم سراغ این که یه مبحثیه. ببین امیررضا، مبحثی رو باز کردی و این باعث شد که خیلی ها بیان و پیام بدن، کامنت بذارن، به خود پیام بدن، قطعا خود میری بیرون شروع میکنن با خود حضوری صحبت کردن که آقا در رابطه با ظهور صحبت کردی. خب یه مبحث بزرگ دیگه توی فقه شیعه، یه مسئله خیلی بزرگ. ببین از من میپرسن که آقا پشت صحنه بهت نگفت تاریخ رو؟ من بهشون میگم با خدا شاهد من نپرسیدم. مثلا ببین جرئت نکردم بپرسم، باورشون نمیشه که آقا من اصلا ازت نپرسیدم. و دوست دارم خودت در رابطه با این موضوع توضیح بدی که داستان ظهور و اون تایمی که یک بازه گفتی اون به چه صورته، چرا اصلا عنوان شد، چرا اینو گفتی و ما نسبتمون به این قضیه چی. حالا همه این تایمش، تاریخش، همه اینا به کنار. خب من به عنوان یک مخاطب و بیننده نسبتاً با این قضیه باید چی باشه، باید چی کار کنم الان. اینو دارم میگم به خاطر که فهم بشه برای همه. خب معذرت میخوام، مثلا برم لباس خوب بپوشم، برم آرایشگاه شروع کنم خوش تیپ کردن برای این اتفاق بزرگ، اینجوری آماده باشم، کار خاصی اصلا من انجام بدم، بی خیالی طی کنم. این موضوع رو هم چیزی که اونجا درک کردی یا چیزی که در اونجا درک کردی رو بگو. پس اول در رابطه با تایم و تاریخ توضیح بده، اگر میتونی بگو، اگر نمیتونی دلیلش رو بگو حتما که به این دلیل و این دلیل و این دلیل نمیتونم تاریخش رو بگم. اول از همه
یعنی اجازه انگار اونجا به من الهام کردن که اگر این تاریخ رو میخوای بدونی اولین شرطش این دور بکنید مثلا شیپور. اولین شرطش این بود. بالاخره یه رازه داداش من، بالاخره شاید یه کد باشه، من نمیدونم. اولا داداش تاریخ ظهور رو به من دقیق نگفتن، یعنی کسایی که دنبال تاریخ دقیقاً به من اصلا تاریخ دقیق نگفتن، به من فقط چند سالی که مونده رو به من گفتن. مثال میزنم یعنی به من مثال اینجوری گفتن بین 30 سال و نیم، مثال این نیمو توش داشت، 30 سال و نیم تا 31 سال و نیم، مثال عددی که به هم گفتن و اینجوری گفتن. اوکی؟ ولی خب 30 عددیه که من همینجوری الان گفتم خیلی زودتر از اینا. حالا یه سری میگن که آها پس 30 سال و نیم تا 31 سال و نیم، پس نه این عدد این داری مثال میزنی این رو، چون تو چیزی که به ما گفتی این بود در همین دهه این اتفاق میفته. تایمش رو هم به من گفتن ولی یک بازه به من گفتن بین مثلا بین 3 سال و نیم دیگه تا 4 سال و نیم دیگه. میگذریم ازش، با تاریخ اصلا کاری نداریم، چیزی نیست که اصلا با شوخی کنیم و کاملا ازش میگذریم. در رابطه با نسبت ما بهش یه لحظه ازش نگذریم. من اینو بهتون بگم، خب من بالاخره یه سری آدمای مومن، یه سری آدمای خوب خیلی دوست دارن تاریخو بدونن. میگم دقیقش رو نمیگم داداشم، ما سال 1410 خب چند سالی هست که شاهد حکومت امام زمان هستیم. چند وقتی هست، نه چند سالی، چند وقتی هست، شاید هم چند سال، متوجهی؟ شاید هم چند سال، ولی 410 ما شاهد حکومت امام زمان بر کل کره زمین هستیم. البته این به چه شرطیه که ما اینو ببینیم؟ به این شرطه که ما عذاب الهی نجات پیدا کنیم. چون من بعد از اینکه اون دست اومد تو دست امام زمان، صحبتم اینجاش بود قطع شد. موقعی که اومد تو دست امام زمان، حالا از خود خداوند یه سوالی پرسیدم که اول گفتم مثلا آقا ما چیکار باید بکنیم اون وعده تو رو ببینیم، اون بهشت وعده‌های قشنگی که تو قرآن بهمون دادی و ببینیم. صحبتی که نبود، درکی بود. به من گفت من کاری من شماها رو بخشیدم، اگر اون وعده های منو میخوای ببینیم برو بنده هم رضایت بگیر. این هم چیزی بود که باید میگفتم و به هم اونجا به هم گفتن یک بار به هر کسی میتونم بگم، همون چیزی که به شما هم گفتم، یک بار به هر کسی میتونم بگم. قبول کرد راجبش صحبت میکنیم، قبول نکرد تمام. مسئول این نیستم که داداش روزی 40 نفر بگم، روزی به 1 نفر میتونم بگم، شاید داداش قبول کنن. من نمیتونم بیام اثبات کنم این قضیه رو به کسی، که من میتونم یه کمکی بکنم. آدما میتونن مفر باشن، مفری کنن، استفاده کنن، خودشون رو نجات بدن. میتونن هم مفری نکنن، بگن یه چیزی داره میگه دیگه، خودت برادر من اسمتو تو اون لیست مینویسن. من بعد از اینکه خداوند اون سوالو پرسیدم و جوابمو بهم داد که 100 اومدم بعدش از 200 نفر حلالیت گرفتم تا جایی که یادم بود، چون خیلی مردم اذیت کردم. بعد از اون از امام زمان سوال پرسیدم، گفتم مثلا حضرت آقا شما کی موقع ظهورته؟ اینجاش قشنگه. من این سوال حضرت کردم، بردن به من اول وقایع رو نشون دادن، یعنی لحظه ظهور رو نشون دادن، تمام اینا رو اول به من نشون دادن، سیاهی‌ها رو نشون دادن، گناه‌ها رو نشون دادن. بعد از اون در حضور نایب به من تاریخ رو گفتن. یعنی تاریخ آخرین مرحله بود که به من گفتن. بردن اول اصلا به من همه چی رو نشون دادن. من وحشت زده شده بودم. و اینکه موقعی که امام زمان ظهور میکنه اینو من دیدم، 2 دسته آدم زنده میمونن. یک کسایی رو من دیدم که بین زمین و آسمون بودن، داشتن نماز میخوندن. به نظرم دم صبح بود. به نظرم دم صبح بود، داشتن نماز میخوندن. انگار واسه نماز صبح بیدار شده بودن، یه همچین چیزی. یا انگار مثلا نماز شب داشتن میخوندن، مثلا نیم ساعت قبل اذان، یه همچین حالتی بود. قبل واسه صبح مانند من دیدم.
و یه دسته افرادی زنده میموندن، یعنی از اون عذاب الهیه انگار اسمشون نوشته نمیشد تو اون لیسته، که توبه کرده بودن، میگفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه و باز نماز میخوندن. یعنی یه دسته مؤمنای واقعی بودن، یه دسته مثل من گناهکار بودم که مثلا دلی توبه کرده بودم، دلی دیگه به همه چی ایمان داشتم و منتظر ظهور بودم و هر روز دعا میکردم. من بعد اون داستان هر روز دارم دعا میکنم واسه ظهور. منی که شاید سالی یه دفعه یه دعای امام زمان بود مثلا یه جرأت میشدم، اونم به خاطر اینکه مادر پدرم زیاد بهم اینا رو بچگی کردن تو گوشم. مادر پدرم آدمای مؤمنی ان، آدمای بدی نیستن، یعنی آبرو دارن و بچگی یه سری چیزا رو بهم یاد دادم. ولی خب من ناخلف شدم، یه تایمی اشتباه کردم، ترسی هم ندارم از گفتنش. اشتباه کردم، خدا رو 1000 مرتبه شکر برگشتم. این دو دسته افراد زنده میموندن. نگاه کنید طبق اون روایتی که مثلا حالا من رفتم پرسجو کردم و اینا، میگن آقا موقعی که امام زمان میاد لشکر سفیانی عذابی واسهشون نازل میشه، موقعی که میرن به طرف مکه زمین دهن وا میکنه اینا رو میبلعه. ولی من به این نتیجه رسیدم اون عذاب الهی که من دیدم موقعی که امام زمان ظهور میکرد یه سری افراد سیاه. حالا من خلاصه آقا شدن دارم میگم، چون یه بار دیگه مثلا این حرفا رو زدم توضیح دادم، مثلا میگم افراد سیاه اون قطره سیاهایی بودن که من میدیدم، چون آدما رو ما مثل قطره میدیدیم از بالا و هیچ چیزی پنهون نیستش، چون همه چی اینا بالا داشتن اینجوری نگاه میکردن، نمیتونستی فرار کنی از هیچ چی. فکر کنی کاری میکنی دیده نمیشه، سخت در اشتباهی. اصلا انگار ما اون بالا مأمور داریم فقط اینجوری وایس ما رو ببینه، در این حد بهتون بگم. و من دیدم موقعی که امام زمان میومد یه سری افراد سیاه، یعنی اون قطر سیاه فرار داشتن میکردن. یه سری خیلی افرادشون، خیلی افراد کمشون فرار میکردن میرفتن توی خود زمین قایم میشدن و میگفتن ما زنده میمونیم بریم اینجا. بعد موقعی که من اون قسمت وایستاده بودم که زمین رو داشتن بهم نشون میدادن، الان من دارم با شما چجوری صحبت میکنم، صدامون میرفت بالا، چیزی پنهون نیست، صدا میره بالا، ذهن میره بالا، افکارت میره بالا، اصلا هیچ چیزی پنهون نیست. و من دیدم یه سری آدم داشتن فرار میکردن میگفتن وای واقعی بود امام زمان، وای واقعی بود، وای اومد. من دارم رفیق این مدلی ها که اصلا اعتقاد نداره و شاید اونا بودن، اصلا قشر همونا بودن، میگفتن وای امام زمان واقعیه، داشتن فرار میکردن خواستن زنده بمونن. نمیشد برادر من، اونا دیگه اسمتو نوشته بودن، انگار تو اون لیسته باید انگار نابود بشی و هیچ راه در روی نره. راه در رویشو من بهتون میگم، راه در رویش اینه که نماز بخونید، دلی با امام زمان صحبت کنید، واسه تعجیل آقا امام زمان دعا کنید، صلوات واسش بفرستید، نماز بخونید، اول از همه توبه کنید. توبه، من نمیگم ما آدمای، حالا من که چرا، من آدم بدی بودم، جسارت نمی کنم به بقیه، من همه بدتر بودم تو دنیا. به خاطر هر کاری برادر من، خواهر من، به خاطر هر کاری تو ذهنت به یکی تهمت زدی، تو ذهن غیبت یکیو کردی، مسخره کردی، نمیدونم، من کوچیکترینشو بهتون میگم، هر چی بابت هر چی که هست و نیست برید توبه کنید. حالا یکی شاید یه گناه بزرگی کرده، برو واسه اون توبه کن. تو که گناهکار نیستی، آدم خوبی هستی، خودتو نجات بده، توبه کن. میدونی چرا دارم میگم حتی گناههای کوچیک؟ چون اونجا من میفهمیدم اینا چرا سیاهن و علتشون چی بود. علتشون این بود که گناهو سبک میشمردن. سبک شمردن گناه یعنی شما فکر نکن اگر من مثلا تو خیابون چشرونی کنم این که گناه نیست، از نظر تو گناه نی، ولی این رو اون قطره آب زلاله تاثیرگذار بود، تو رو سیاه میکرد، چه تو خوشت بیاد چه بدت بیاد، چه گناهت کوچیک باشه چه بزرگ باشه، اون به اندازه خودش تو رو سیاه میکرد و ثبات پیدا میکرد توی اون قطره. گناه بزرگ به اندازه خودش سیاهت میکرد. و من اینایی که دیدم سیاه شده بودن گناهکارای بدی نبودن یعنی شما فکر کنید ببخشید زناکار بودن سیاه شده بودن اصلا، یا مثلا ببخشید کفر بگن سیاه شده بود اصلا. داداش
اینا سبک شمرده بودن گناه ها. اینا گناه های چرت و پرت سیاهشون کرده بود، گناه های مفت سیاهشون کرده بود. واسه همین دیدم، واسه همین میگم بابت اون گناه کوچیکا اتفاقا برید توبه کنید، خودتون رو نجات بدید. تنها راهش همینه، فقط توبه و نماز. پس ما باید رابطمون با این تجربه تو باید یه درسی واسه ما داشته باشه دیگه. این نباشه که آقا ما صرفا یه ویدیو ضبط کردیم گذاشتیم یا علی مدد. خب آن اتفاقی که ما باید از تجربه تو بگیریم اسارش اینه آقا فرصتی نمونده، فرصت خیلی کمه. ببین تایم رو هم حتی نگفتش. خب یه فرصت محدودی مونده، ما تو همین فرصت محدود که امکانش هست مثلا 1 ساعت دیگه باشه، 1 روز دیگه باشه، باید یه کاری رو انجام بدیم که ظاهرا خیلی ساده است ولی نگه داشتنش خیلی سخت. اونم اسمش توبه است. اولین بار هم نیستش داخل این کانال داره صحبتش میشه، قبلا هم گفته شده. ما در حال حاضر تایم داریم برای توبه و از یک زمانی به بعد دیگه استوب میشه و اون لحظه ظهور حضرت صاحب زمان هستش. پس ما نسبتمون به ظهور در حال حاضر اینه که توبه کنیم، خودمون رو آری از هر پلیدی و سیاهی و به اصطلاح گناه کنیم و بعد حالا شروع کنیم به اصطلاح سرباز خوبی بودن، آدم خوبی بودن، مهره خوبی بودن و کارآمد بودن. این برداشتی هستش که من شایان باقرزاده دارم از صحبت‌های امیررضا شمس میکنم و به نظر من تمام زیبایی این تجربه این که یه جوونی که اومده نشسته اینجا داره از اتفاقات تجربهش میگه من خالکوبی دارم، من اینجوریم، من جای زخم چاقو هستش مثلا رو بدنم، با همه این اوصاف تمامش همینه که آقا من توبه کردم و از الان به بعد قراره زندگی یه چیزی از الان بعد قرار زندگی بگو. تایمی که من اون اتفاق واسم افتاد، اولش گفتم میرفتم مهمونی. خب موقعی که اون اتفاق افتاد و من این یه تیکش هم بگم اون کسی که سوال کردن چجوری برات گردوندم. من موقعی که نایب دیدم تاریخو بهم گفتن یادم نمیاد، ولی انگار پرتم کردن تو امیررضا. یه دفعه به خودم اومدم و تایمی که به خودم اومدم شوک شده بودم، اصلا چجوری به انگار دیوونه شده بودم، ترسیده بودم. اول که چند دقیقه این ور اون ور رو نگاه کردم ببینم چی شده، اصلا چی بود این چیزی که من دیدم، چی بود. بعد اولین جمله که گفتم وای ماها خیلی بدبختیم، خیلی گناهکار، چون خودم رو دیدم چقدر سیاه بودم. گفتم وای چقدر ماها بدبخت و گناهکار. اینو بهتون بگم برای چی من دور زدم در جا. من 10 دقیقه مونده بود برسم تو لوکیشن برم اشغال. واسه چی برگشتم؟ من داداش تاریخ ظهور رو میدونم، درسته؟ دقیقم نمیدونم، ولی آیا تاریخ مرگ خودم هم میدونم؟ من نمیدونستم شاید 1 ساعت بعد زنده بمونم یا نه. که واسه همین تا دیر نشده داداش من تا اون عمرت به پایان نرسیده توبه کن. معلوم نیست شما خودم رو مثال میزنم، معلوم نیست 1 ساعت دیگه زنده باشم یا نه. که واسه همین نمیخواستم مفت بازی کنم. انگار به من تقلب رسوندن، سریع دور زدم اومدم در جا. یعنی رسیدم گفتم خدایا زنده بمونم، من تا تهران پارس برسم زنده بمونم توبه کنم. اینجوری دارم بهتون میگم. واسه همین میگم شیطان همیشه به شکل‌های مختلفی میاد سراغ آدم. میخوای توبه کنی سنگینت میکنه، میگه بابا ولش کن، حالا فردا بذار امشب این عرقه رو برم بخورم، امشب فلان کاره رو بکنم، حالا فردا میرم توبه داداش من پشت تا دیر نشده. تو مگه میدونی تا کی زندگی خواهر من؟ مگه میدونی عمرت چقدره؟ اگه میدونی بذار 1 ساعت قبل تاریخش برسه برو توبه کن، چون دیگه اون وقت بخشیده میشه دیگه. توبه کنی دیگه پاک میشی 1 ساعت قبل اینکه عمرت تموم شه. ولی هیچ کس نمیدونه چقدر زنده میمونه. شیطون رو لعنت کنید.
اینو من یه دونه چیز دیدم خیلی کد خفنی داره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و دلی واقعا بگید خیلی کد خفنیه، واقعا کار میکنه و من استفاده خیلی ازش کردم، واقعا استفاده کردم. هر جا دیدید سنگینه نمیتونه چیز کنید اینو دلی بگید، دلی بگید پشت کارتون رو بکنید. آدم باید یه حرکتی خودش بکنه واسه خودش چیه. چند روز قبل از این که این اتفاق واسم بیفته، اینو سری پیش یادم رفت بگم، میگم خیلی استرس داشتم، ترسید همه جوره، اولین بارم بود دیگه، من قضاوت شدنه میترسیدم. اونم شما داستان اون استخاره اون سوره آل عمران منو میدونید، واسه همین هستم جلوی دوربین و این همه مورد قضاوت خیلی ها قرار بگیرم، حداقل تو جایی که زندگی میکنم، محل زندگی، محل خودمون. واسه من مهم نیست، چون من حجت بهم تموم شد، چیزایی که باید میدیدم و دیدم. دست من رو پله‌هامون خوردم زمین، بعدم یعنی خیلی عجیب غریب پام سر خورد، با پشت اومدم روی چیز، اینجا یه دست من مایچش پاره شد و دروغ نمیگم، این مال رادیولوژیه. هر کی اینجا بچه تهران پارس باشه میدونه فلک اول خیابون گلبرگ یه مرکز عکس برداری داره، اینو میخوام نشون بهتون بدم. حالا عکسشو واسهتون میذارم اینجا، اصلا نوشته رادیولوژی سونوگرافی گلبرگ، عکس و تاریخ و همه رزومه مشخصه دیگه. من خوردم زمین، دستم مایچش پاره شد. من دستمو اینجوری نمیتونستم بکنم، یه ذره عقب جلو میتونستم بکنم ولی دست بالا نمیومد. رفتم دکترم هم حتی میگم برای پیرهای دیرباوری که باور ندارن، سر 4 تیرانداز از فلک دوم به سمت فلک اول 4 تیرانداز زد میشه سمت راست، تو اون گود رفته یه طبقه اول یه دکتری، حالا اسم دکترشو یادم نیست چیه، فراموش کردم. اونجا هم پروندم هست، یعنی اصلا پیش اون دکتر رادیولوژی واسم نوشت. رفتم گفت آقا مایچه یه روی دست شما پاره شده، یه هفته 10 روز باش کاری نداشته باش، دستبند بهم داد، دستتو ببند هیچ کاری باهاش نکن، یه هفته 10 روز دیگه بهم ورزش داد، گفت اگر بهتر نشدی برو MRI بگیر بیا، این دستت یه ذره نامیزون شده. آقا شایان من اون داستان واسم اتفاق افتاد، دستم درجا خوب شد، اصلا سری پیش اینو یادم رفت بگم بهتون، دستم یه ذره درد میکرد، شاید هنوزم خیلی کم، مثلا یه دفعه اینجوری میکنم خیلی کم، ولی آقا شایان من دستم درجا خوب شد. یعنی اصلا اینا رو من یادم رفت سری پیش بهتون بگم، چون پیام خیلی مهمتری داشتم بهتون بدم. معجزه میخواید ببینید آقا، بعضیا میگن علم و فلان و این داستانا، داداش این عکس رادیولوژی من، هر کی فکر میکنه دروغه بیاد من همه اینا رو بهش میدم، از زانوها هم حتی اون سری دکتر عکس نوشته بود اینم همه رو دارم. معجزه میخوای اینم معجزه. یکی از گزاره هایی که برای راستی آزمایی تجارب نزدیک به مرگ استفاده میشه همینه که آقا وقتی برگشتی به قالب تن، به کالبد، آیا دردی بوده که در کالبد بوده و اون بهبود پیدا کرده یا عارضه‌ای بوده و اون عارضه رفع شده باشه؟ به عنوان مثال یک تجربه‌گری هستش به اسم خانم جلیلیان، عزیز من، این شخص عزیز من، یعنی ندیدم رو دسته ایشون یه خیریه هم دارن در خرم‌آباد، جدیدن یه شعبه هم داخل تهران زدن. یکی از تجربه‌گرای برنامه زندگی پر از زندگی هم بودن، هم فصل اول هم فصل دوم، آخرین قسمت فصل اول بودن ایشون بیماری داشتن ژنتیکی، خب ژنتیکی و نمیتونستن حرکت کنن. وقتی تجربه نزدیک به مرگ NDE خروج از کالبد براشون رخ میده، میرن اون سمت، هزاران هزار سال اون سمت براشون طول میکشه و وقتی برمیگردن بیماری ژنتیکیشون خوب میشه. یعنی معجزه دیگه، معجزه. و این اتفاق افتاده در تجارب دیگه هم بوده، افتاده دو همین تجربه فارسی زبان بوده و همین الانم که امیررضا از دستش گفتش و این اتفاق میفته. یکی از گزاره هایی که ما در نظر میگیریم بر راستی آزمایی همین موضوع هستش و من خیلی خوشحالم که الان این رو گفتی. البته قبلا گفته بودی به من توی تماس گفته بودی ولی توی خود مصاحبه یاد رفت، منم خودم یادم رفته بود دقیقاً چی بپرسم ازت. چی شد اون حالتی که بودم؟ پدر بزرگم رو دیدم،
پدر بزرگم رو دیدم، رو به نماز دیدمش، رو به سجاده دیدمش. خیلی جالبه. یکی از دوستام پریروز بهم گفت منم خواب بابا بزرگت دیدم رو سجاده نماز داشت واسم دعا میکرد. اینا رو قشنگ دیدم، اینا رو اصلا یادم رفت سری پیش بگم بهتون. میگم خیلی اصلا عجیب غریب بود واسم. پیامم چیز دیگه بود، خدا رو شکر به خیلی هم رسید که واقعا حالا اصلا اینا که داداش من در مقابل اون عظمت خدایی که من دیدم، من اون دست اون نور، ببین کسی نیومد داداش من اینجوری دست اینجا منو شفا بده بگه پسرم بیا خوب شو فلان. نه داداش اصلا همچین اتفاقایی واسم نیومد. من اون دست رو که دیدم، اون